فرد زندگی بخش. میخوام ازتون دعوت کنم به تماشای فیلم مستند بحران خاموش به کارگردانی آقای محمد حسین حقیقی بنشینید. همان کودکی آغاز می شود، اما سالمند کیست؟ با یک نگاه در حقیقت هنرمندانه تجربه زیسته سالمندی و پدیدارشناسی سالمندی در اقوام مختلف رو در این فیلم زیبا با نگاه هنر و رسانه به بهترین وجه دغدغه سالمندی رو توی ذهن‌ها بیدار میکنن. تشکر میکنم از حال خوب که این برنامه خوب رو در واقع برگزار کردم. این در واقع همه آنچه که نیاز بود راجع به بحث سالمندی و سالخوردگی جمعیت خیلی به زیبایی به تصویر کشیده بود. ما وقتی وارد این پروژه شدیم ابعادش اینقدر گسترده نمی‌دونستیم. به نظر من یکی از چیزهایی که نیاز به فرهنگسازی داره دقیقاً همینه که رسانه به عهده داره که نشون بده که سالمند به معنی ناتوانی نیست. سالمند به معنی فرد توانمنده.